سلام و وقت بخیر. حکومت میگوید سخنان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مورد خط فرضی دیورند مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان میباشد. وزیر سرحدات و امور قبایل امروز در یک کنفرانس خبری گفت پاکستان از 4 دهه بدین سو در افغانستان جنگ نیابتی را پیش میبرد. پروازهای بین‌المللی به میدان هوایی خوست آغاز شد. مقامات گفتند صبح امروز در اولین پرواز 90 مسافر در طیاره آریون افغان از امارات متحده عربی به خوست رسیدند. در 24 ساعت گذشته 78 تن از اثر ویروس کرونا جان باختند. وزارت صحت میگوید در این مدت 1847 واقعه جدید ویروس کرونا نیز در سراسر کشور به ثبت رسیده و ده‌ها تن شفایاب شدند. ایمن ولی خان سیاستمدار پشتون در پاسخ به گفته‌های سراج‌الحق رهبر حزب جماعت اسلامی گفته است ملایان پاکستان در اسلام آباد جمهوریت و برای افغان‌ها امارت طالبی می‌خواهند و به گفته وی این یک منافقت آشکار است. و مقامات حزب ملی پختونخوا میگویند عثمان خان کاکر یک تن از سیاستمداران مشهور پشتون امروز در یک شفاخانه‌ای شهر کراچی پاکستان از اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود فوت کرد.